یکی خورده گرفت گفت چرا میگین سگیم شما دیوونه اید شما از دین زده شدید یه وقت ناراحت نشید لیاقت اینو نداره سگ این خونواده باشه نشاند خود را به صاحبت سرت تکانده فقط بگو او میکنم سگ خونه حسینم پر از ظلمتم تو نور به تام حسین سلامم ز راه دور جواب حسین شده لذتم همین دم کهن به من میگم سگ حسین به من میگم سگ حسین به تو میگم ارباب حسین دورم اگر از مجاورانش جا ماندم اگر ز کاروانش خود را به قبول رایگانش بستم به طویله سگانش صحبات الله علی به آرزو یه استخوان ز دست نشاند خود را به صاحبت سرت تکانده فقط بگو